لطیفترین رولتی که بدون فر میشه درست کرد این یه شیرینی ترکی هست به اسم سارای لوکومو. مواد مورد نیاز رولتی سارای لوکومو که ترکیه‌ایه در دیسکریپشن توضیح داده شده است. شیر 1 لیتر، شکر 200 گرم، آرد 120 گرم، کره 60 گرم، وانیل 1 قاشق چایخوری. کامنت ها و لایک های زیبای شما ما را در تولید محتوای ویدیوهای بهتر در آینده یاری خواهد کرد. مواد را روی حرارت کم ادامه دهیم و مواد را کاملا به هم میزنیم و زمانی که قلقل و حباب‌های روی ظرف ظاهر شده آماده می‌کنیم. کامنت ها و لایک های زیبای شما ما را در تولید محتوای ویدیوهای بهتر در آینده یاری خواهد کرد. پودر نارگیل را روی سینی 30/40 می‌ریزیم و کاملا آن را اندود می‌کنیم و با ظرفی فلزی نارگیل ها را فشرده می‌کنیم تا کاملا سفت روی سینی پهن شده باشند. مواد آماده شده را روی سینی قرار می دهیم و آن را اندود شده و کاملا سطح سینی را صاف شده آماده کنید. حال سینی را به مدت 5 ساعت در داخل یخچال قرار دهیم. یادآوری می‌کنیم که حتما 5 ساعت داخل یخچال بماند تا زمان سفت شدن مواد رول‌ها بتوانند زیبا و قشنگی را ایجاد کنند. حال سینی را با خامه قنادی اندود کرده و سطح آن را به دلخواه روی سینی پهن می‌کنیم. کامنت ها و لایک های زیبای شما ما را در تولید محتوای ویدیوهای بهتر در آینده یاری خواهد کرد. گردوها را روی خامه به دلخواه می ریزیم. کامنت ها و لایک های زیبای شما ما را در تولید محتوای ویدیوهای بهتر در آینده یاری خواهد کرد. سطح سینی را به قطعات مورد دلخواه تقسیم می کنیم.
کامنت ها و لایک های زیبای شما ما را در تولید محتوای ویدیوهای بهتر در آینده یاری خواهد کرد. حال قطعه آماده شده را از پایین قطعه رول می کنیم و آهسته تا پایان رول ها ادامه می دهیم و با نارگیل روی رول ها را می ریزیم. کامنت ها و لایک های زیبای شما ما را در تولید محتوای ویدیوهای بهتر در آینده یاری خواهد کرد. برای رولت سورای لوکومو ترکیه‌ای مغز گردو روی رولت تزیین می کنیم. سارای لوکومو ترکیه‌ای آماده شده و در کنار خانواده و وابستگان لذت شایانی برایتان آرزو می کنیم.